برادران گرامی، یک چند روز پیش من خدمت آمده بودم در ایمیگراسیون سرور به صخره و حجت را سپاریدم. در همینجا الان مقصد یگان گپ نیست، اگر حجت های لازمه قطعی باشد، همراه آوردگی باشی، میسپوری و در وقت گرفتن اولی ما نگرفتیم برای که در مدت قریب 2 هفته تیار می شود. ما فقط سپاریدیم. پریود پاسپورت سراغ کردن، اگر که سرتیفیکات برای اگزمین داشته باشی او را سراغ کردن. مثلا من نداشتم، کپیش داشتم، از من اوریجینالش طلب کردن لیکن من نداشتم. رفتم یک بار دیگه اگزمین سپاریدم، حالا که تا آخر همین سال اگزمین داشتم. اگر که برادرایی که میخواهند سپاریدنی بیان، اگر همه چه حجت را قچون بیارم بسیار خوب میشه، چون که میپرسن اگر نداشته باشی پریود پاس مثلا نداشته باشی دریاش سومش میگیرن، یا اگر میگن نخواهی که مقصد برادر یگان دیگه کنی میگردی با اثر نه اچرت میگیری. و برادرایی که میخواهند که اچرشون تیزتر بیان، بهترش به همو پریلژن یا